تا بفرمایید. الو سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید خانم. حتما نباشید. حالتون خوبه؟ متشکرم بفرمایید. من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. خیلی دوستتون داریم، خیلی برنامه‌تون برامون ارزش داره واقعا از نظر معنوی. ما فقط با گفتار شما میتونیم راه درست انتخاب کنیم و زندگی کنیم. از شما یک دنیا متشکرم. لطف دارید بفرمایید. آقای دکتر من شخصا خودم خیلی زود رنجم، خیلی زود عصبانی میشم. البته خیلی رنجای زیادی کشیدم در زندگی. ازدواج ناموفق داشتم. ازدواج دومی هم که کردم خیلی موفق نبودم. ایشون متأهل بود و بعدا دروغ و بعد از اونم که اصلا هیچ نه زندگی ندیدم، کلا مردی ندیدم. من نمیدونم این اخلاق من که اینقدر واقعا از گریزم از همه چی بدم میاد. اصلا دوست ندارم تو اجتماع باشم، دوست ندارم پیش دو نفر باشم. خیلی اذیت میشم، خیلی عذاب میکشم. فقط دوست دارم تنها باشم یا گریه کنم یا فکر کنم. نمیدونم چیکار کنم. خیلی متشکرم از راهنماییتون آقای دکتر. ببینید عزیز، خب البته آنچه که بیان کردید با مقدمه‌ای که بهش اشاره کردید که من مثلا کودکی سخت و بدی داشتم یا شرایط زندگی بدی داشتم به وجود میاد عزیز. من اگر به شما بگم که درگیر تصادف بودم، اتومبیلم خورد شده، 2 نفرم تو ماشینم بودن مثلا الان بیمارستانن، خب شما انتظار ندارید که من صحیح و سالم باشم و یا آسیبی ندیده باشم، چه از نظر بدنی چه از نظر روانی. واقعیت مسئله این است که ما نسبتاً آماده و سالم با توجه به شرایط ارثیمون به این دنیا میاد، ولی متاسفانه شرایط خانوادگی و بعداً محیط اجتماعی به ویژه محیط آموزشی واقعا ما رو گرفتار و بیمار میکنه. یعنی آنچه که امروز از نظر علمی میدونیم این است که وقتی به 8 سالگی میرسیم و بعداً 18 سالگی برخی از ما واقعا دست و پا اصلا نداریم. یعنی چشم ما رو در آوردن، گوش ما رو بریدن، دست و البته نه به مفهوم فریبکاریش بلکه نداریم، گوش نداریم، اصلا توانایی شنوایی نداریم و یا به هر حال گرفتاری‌های دیگه. و بعداً خب معلومه با این اشکالات وقتی وارد زندگی میشیم محیط اجتماعی که یه مقدار حتی سخت‌تر و سنگین‌تر از محیط خانوادگی هست به من و شما باز 2 مرتبه آسیب‌های بیشتری میتونه زنه، به ویژه وقتی که به دلیل ناتوانایی‌هایی که داریم و گرفتاری‌هایی که داریم اشتباهاتی هم اینجا اونجا میکنیم و تازه اشتباه هم نکنیم عملاً در جایی قرار میگیریم که همچنان زندگی ساده و راحت نخواهد بود. بنابراین اولا میفهمم شما رو، برای اینکه این ماجرای نه میلیون میلیاردها نفر مردمی است که حتی همکنون زندگی میکنن که تحت تاثیر شرایط تربیتی و خانوادگی در 8 سال اول و بعداً تا دبیرستان رو اگر به پایان رسوندن دبیرستان آسیب دیدن و بعداً محیط‌های اجتماعی، قواعد و قوانین اجتماعی که مبتنی بر ظلم و زور و تجاوزه و به هر حال بسیاری از نظام‌های اجتماعی یه زندان بزرگن با شکنجه گران فراوان به بهانه‌های مختلف و بعداً استفاده و سوء استفاده از همه امکاناتی که دارن خب علیه من و شما برمی‌ریزه. حالا شما فرض بفرمایید یه دختر خانم مانند شما مثلا 20 سالشه یا 20 و چند سالشه، حالا میخواد انتخاب همسر بکنه. این خودش با چه گرفتاریایی میره و اون مردی هم که او رو انتخاب میکنه چه مسائلی داره و بنابراین اینکه حالا یا نفری که خودش از عهده اداره خودش برنمیاد حالا بتونه زندگی یک کسی دیگه یا کسان دیگری که مثلا فرزندانش هستن رو به نوعی تنظیم کنه و ترتیبی براش قائل بشه، خب بسیار بسیار کمه. اشکال و اختلاف هم که وجود داره، مسائل و مشکلات هم که هست، ناتوانی برای حل مسائل رفع مشکلات هم که طبیعی است اونجا هست. خب بنابراین ازدواج موفق و ناموفق نداره، ازدواجی است که به هر حال از آغاز هم معلومه به هم خواهد ریخت و در نتیجه به آخر میرسه. حالا با ازدواجی که آدم کرده و به هم ریخته که سالمتر بیرون نمیاد، ظاهرا فکر میکنه میدونه که یه تجربه پیدا کرده. واقعیت مسئله این است که مثل آدمی که یه دفعه تصادف کرده فکر کنه حالا دیگه راننده خوبی شده یا 2 دفعه تصادف کرده راننده بهتری شده. اینا که با واقعیت ها نمیخونه عزیز. بنابراین متاسفانه اشتباهاتی از این قبیل درسی نمیده و به جایی که ما ازش بیاموزیم ناچار بهش میآویزیم. خب حالا میریم سراغ ازدواج دوم. ازدواج دوم یا سوم هم همین است و گرفتاری است، بنابراین اونا رو میشه فهمید. حالا من خیلی سادم، نمیدونم با صداقتم یا سادم،
خیلی زود گول میخورم، خیلی احساساتی میشم، خیلی زود طرف قبول میکنم. مشکل من اینه. نه ببینید عزیز، من و شما ساده نیستیم، مجبوریم ساده بگیریم. ای بسا شما به خاطر آسیبا آدم شکاکی هم میتونید باشید، ولی چی کار کنید؟ یعنی من تشنه گرسنه. حالا یک کسی به من میگه بیا بریم 1 کیلومتر اونورتر، اونجا چشمه ای هست، غذا هم هست. خب من گرسنه تشنه میرم، سادگی نیست، دارم چی کار کنم؟ برای که این تنها راهی است و یا امیدی است که برای من پیدا شده. بنابراین میرم اونجا، میبینم از چشمه خبری نیست و یا از غذا خبری نیست. یعنی ببینید ماجرا رو به سادگی مرتبطش نکنید. برخی از وقت گفتم تازه ما شکاکتر از بقیه مردم هستیم به خاطر آسیبایی که دیدیم، ولی چاره‌ای نداریم. بعدم اشکال کار اینه که انسان نه تنها به دلیل جنبه فیزیکیش، به دلیل جنبه روانیش ده‌ها و صدها احتیاج داره و این نیازها و احتیاجات رو که خودش نمیتونه برآورده کنه، نتیجتا باید با همکاری و یاری دیگران باشه. حالا اگر اون سیستم آمادگی نداره که از ما مواظبت و مراقبت کنه وقتی که نمیدونیم و نمیتونیم، خب گیر میافتیم دیگه. حالا جوامعی هستن که به هر حال یه حداقلی رو به همه میدن و در نتیجه من و شما یه جوری به هر حال زنده میمانیم، ولی جوامعی هستن که نه، گرفتار میشیم. بنابراین من و شما اینجوری خودمون با آباتش بدیم. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید شمایی که ازدواج اولی کردید و حالا جدا شدید، حالا باز برای اینکه یه مقدار از احتیاجات فیزیکی و روانیتون رو، حالا اجتماعی به کنار رو بتونید برآورده کنید، تن به یه ازدواج دیگه میدید. تو این ازدواج باز چیکار میکنید؟ خب ساده میگیرید برای که مشکل بگیرید تا سخت بگیرید چیکار کنید؟ بعد باور میکنید برای که امیدوارید چنین باشه، بعد کوشش میکنید خوب باشید ولی بعداً جواب نمیگیرید. بنابراین باز میبینید مثل اینکه بعد از اشتباه اول اشتباه دومی هم اتفاق افتاد. یعنی آنچه که شما میگید به هر حال یه دور باطله عزیز. مثل اینکه من پول ندارم درس بخونم، چون درس نخوندم حالا پول ندارم، بعد 2 مرتبه باز شروع میکنه اینا سر جای خودش رفتن. این که برمیگردید مثلا میگید حساسم، شما حساسید یعنی که پوست منو کندن، چون پوست منو کندن یکی فوتم هم کنه دردم میاد. به علاوه من یه آدم متزلزلی ام، استخونای پای من نازک کردن به اندازه مثلا فرض کنید یه کبریت. بنابراین خب میترسم این که هولم بده بیفتم، یکی دقل اینجوری دست بزنه بشکنتم. بنابراین من میشم حساس، من میشم شکننده، من میشم یه آدمی که آماده‌ام برای خورد شدن. خب حالا دلم به حال خودم و شرایطم میسوزه، پس چه میکنم؟ میرم سراغ اون مکانیزمی که حتی کمی هم کمکم میکنه، گریه است. بنابراین من تبدیل میشم به یه آدم حساس و شکننده‌ای که با یه حرفی، با یه جمله‌ای، با یه بی‌اعتنایی، با یه رفتاری به هم میریزم. چون درست مثل این که من فرض کنید یه آدمی هستم که 2 تا پای من به اندازه چوب کبریت، خب یه باد تندم بزنه منو میندازه. خب معلومه وحشت میکنم، معلومه احساس خوبی ندارم، معلومه گیرم گرفته. جان خیلی ابراز دوست داشتن میکنه، متأهلم هستم ازدواج دوم، خیلی هم ابراز دوست داشتن میکنه، ولی خب تو اون گفته‌هاشو هیچ موقع توش عملی نمیبینم. مثلا هر چی که میگه من نمیبینم اونو انجام بده، فقط هم تو با زبون دوست دارم، عشق منی، عاشقتم و از این حرفا. من شب روزم تو خونه تنهام، مثلا روز 2-3 ساعت میاد، شب یه موقع میاد 1 ساعت 2 ساعت میمونه، بعدا میره. من کلا شب روز تنها هستم تو خونه. من حالا نمیدونم با این تنهاییام که تا حالا تونستم کنار بیام، ولی الان دیگه واقعا احساس میکنم بریدم، خسته شدم. نه ببینید عزیز، ببینید شما اینجوری که میفرمایید رفتید توی زندگی که فقط خواستید زنده بمونید و بعدم حداقل چه خوب که این آدم میاد دوست دارم و فلانی حرف فحش میداد، خوب بود، حرف زشت میزد خوب بود، تحقیرتون میکرد خوب، پس این که این داره. اما شما دیگه دفعه خودتون رو از پا افتاده در نیارید. خب شما یه 8 ساعت 10 ساعت در روز بیدارید، فکر آموختن یه حرفه‌ای، یه کاری که بتونید ازش به هر حال یه جور زندگیتون رو بگذرونید، محتاج نباشید و بعد مهمتر مشغولتون کنه و به شما یه احساس خوبی بده. خب اون کاری که میشه کرد، میشه درسی خون، میشه یه چیزی یاد گرفت. در حال ما تو دنیایی هستیم که برای زنده بودن باید مهارت‌هایی پیدا کنیم و الان نان رو به همین سادگی به دست ما نمیدن. حالا شما حوصله هیچ کاری رو ندارم، خب نمیتونم. نه ببینید عزیز، نه لغت‌ها رو نگید نمیتونم، نمیخواید. نه ببینید حوصله ندارم، اینا که حرف نشد عزیز، منم ندارم.
منم این سفر رو بودم تقریبا 40 ساعت تو هواپیما بودم، 15 ساعت و بعد 5 ساعت و 5 ساعت و 15 ساعت تو 12 روز و هنوزم یک کمی خب با توجه به شرایط سنی من از دیشبم خوب نخوابیدم. صبح رادیو داشتم 9 تا 11، الان خدمت شما هستم 4 تا 6 تا مرتبه برنامه رادیو دارم. ولی نمیدونم حوصله ندارم. خب نداری که نداری، کارتو بکن. من که نمیتونم به بهانه اینکه حوصله ندارم کار نکنم عزیز. زندگی سخت‌تر از یه چیزی اصلا نمیذاره من بیرون برم، نمیذاره در محدودیت‌های خاصی هم اصلا بیرون چه روز باشه شب باشه که غروب باشه بخوام بگم میخوام برم بیرون میگه نه نمیخوام بری، دیر وقت خطرناکه نباید بری. خودش میبره، مثلا با هم میریم بیرون میاییم، نمیذاره خودم فعالیت داشته باشم، نمیذاره خودم بتونم مسئولیت پذیر باشم یا مدیریتی داشته باشم برای کارم. نه ببینید من نمیگم ایشون میگذاره، خب اگر نمیگذاره شما رو به تدریج بیشتر از پا در میاره، ولی من فکر نمی کنم شما اگر بگید من میخوام برم یک کلاسی که یه مهارتی یاد بگیرم، اونم روز، حالا نه شب بخواید به شب حالا با کلاس چیکاره، شما به شما بگه نه. ولی اگر میگه نه خب اون وقت که مسئله چیز دیگری است عزیز. و بعدم وقتی خاطرش آسته باشه یه جایی میرید، برای که این تیپ آدما معمولا چه که فقط خانم‌ها هستن، میرید اونجا با کسی هم کاری ندارید برمیگردید که مخالفتی با شما ممکنه نکنه. من نمیدونم، یعنی میخوام بگم شما یه راهی پیدا کنید در اون حد دیگه است. ببینید من و شما همیشه مسئول اون قسمت از کارهایی هستیم که میتونیم. به من شما الان بگید که پاشو، میتونم پاشم، ولی من بگید قدتو بلند کن، خب نمیتونم. من قدمو که میتونم بلندتر از این بکنم، همین که هست. دستتو مثلا یه انگشتو قطع کن که نمیتونم، ولی من میگم دستو بیار بالا ببر پایین، حالا دیگه بالا نیار، میگم چشم. بنابراین بازی در نیارید. شما در اون حدی که میتونید امیدوارم بخواید برای خودتون، برای که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. علاوه من و شما عزیز تو دنیایی هستیم که باید بپذیریم زندگی بسیار سخت و مشکلی، برای یه ده خیلی خیلی سخت‌تر و مشکل داریم. ما یه دنیای ساده ای نداریم. همه آدما مهم هم نیست کجا قرار گرفتن، زندگی براشون سخت و مشکله. من فرض برای که من امروز صبح به دلیل کمخوابی و بیخوابی دیر بیدار شدم، هیچ جم نخوردم، رفتم رادیو برنامه‌مو داشتم، تو راه یه مقدار پسته و بادوم گذاشتن به عنوان ناهارم خوردم. اینجا که اومدم چایمو باز گرفتم خوردم که یه ذره از این حال در بیام. بعد از این امیدوارم قبل از رادیو بتونم برم یه جایی یه چیزی بخورم برم اونجا. من که نمیتونم برگردم بگم که مثلا خب این چه زندگی، نه خیلی هم خوشحالم، برای که کارم برام مهمه. همین قدرم که خوردن یه چیزی منو با درد دیگه از اون به بعد روبرو نکنه برام کافیه. خیلی هم به کمیت و کیفیتش هم میاد نمیدونم. ولی اگر شما فکر بکنید که مثلا زندگی عده‌ای راحت است و آسوده است، همچین چیزی نیست. حتی همون مردی هم که حالا شوهر شماست درگیر یه مقدار مسائل شما رو هم به عنوان مرکز تفریحش گرفته، میاد سراغتون 2-3 ساعت یا بعدن میره. شما هم که خب توی جامعه مانند ایران این گونه زندگی رو هم بهتون تحمیل کردن، هم خودتون در حدی که به هر حال میتونستید شاید کار دیگه بکنید اختیار کردید. خب حالا مثل من شماست، منی که الان اینجا هستم که نمیتونم تو استخشنا کنم، باید اینجا روی جلو دوربین بشینید. یا شمایی که الان دارید با من صحبت کنید که کتاب نمیتونید بخونید، یا دوچرخه سواری که نمیتونید بکنید، شما مجبورید پای تلفن بمونید با هم حرف بزنید. بنابراین من و شما با یه انتخابی یه قید و بندای درست بکنیم. من همچنان باز حرفم به شما دو چیزه. یک کاری رو شروع کنید که میدونید میتونید، حوصله ندارم و خستم میکنه و دردآور و رنج آورم بندازید کنار، دنیا همینه. و دوم یه 2-3 تا خانم دوست پیدا کنید که بتونید باشون حرف بزنید بدون که انتظار و توقعی داشته باشید، برای زندگیتون رو از طریق این گفتگوها پر کنید. وقتای دیگه هم یه مقدار میشه رادیو رو شنید که خوب باشه، تلویزیون ها رو دید، از فرصتاتون استفاده کنید که به هر حال زندگی همینه دیگه، از اون چی که داریم بتونیم بهترین رو بسازیم. درست مثل که کسی به شما بیاد بگه 1000 تومان میدم حالا 4 نفری غذایی بخورید، خب میرید نون میگیرید میشینید میخورید دیگه، چاره غیر از این نداریم عزیز. خب آقای دکتر این علائمی که بهتون گفتم یعنی نشانه افسردگی نیست؟ چرا؟ ولی چه فرقی میکنه عزیز؟ ببینید این درست مثل که من به شما میگم آیا اینا نشان دهنده ای نیست که من مثلا سنم بالاست؟ خب هست. اونی که من میگید که علائمی که در من میبینید چیه؟ میگم اضطراب، افسردگی، خشم، همه رو میتونم ببینید. ولی بدتر از همش عزیز احساس حقارته. یعنی اینکه من کسی نیستم، چیزی نیستم، از عهده کارا برنمیام. یعنی اونی که حتی ریشه ایناست.
به همین جهت است که من به شما حرفم دو چیزه. یکی این که یک کمی از خودتون آدم بهتر و برتری بسازید و ماجرای شما با توجه به آنچه گفتید داشتن یه مهارتی، یه توانایی برای انجام کاره. و دوم یه شبکه‌ای از دوستانی پیدا کنید، آدمایی پیدا کنید که بدون انتظار و توقع که حالا چرا چنین کردی یا نکردی بتونید درگیر یه مکالمه و گفتگوی بشید. چون به هر حال انسان در این رابطه و گفتگوست که تعریف پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه. چاره دیگه این ندارید عزیز. این درست مثل آدمی بیاد به شما بگه من 10 کیلو اضافه دارم، خب باید گرم به گرم کم کنه دیگه. اینکه یه دفعه بره درست کنه خودشو برگرده که ما نداریم. من و شما هم تو زندگیمون باید با آنچه که داریم باش آشنا بشیم، واقع بینانه ازش بهترین استفاده رو کنیم. دیدی که من به شما دارم میگم حالا اون آقا هرچی میگه شاید بتونید راضیش کنید که شما رو بگذاره یا خودتون بتونید برید یه جایی، ولی یه جایی که برای خودتون، برای ایشون دردسری درست میکنید و ضمناً با توجه به شرایطی که دارید یک کسی میشید که فردا بهتر از امروزید، حتی یه ذره، و همون کافی است. مهم اینه که ما فقط در راه باشیم در جهت بهبود خودمون. و الا نشستن و اینجور فکرار کردن و این بازی و بهانه ها رو در آوردن فقط ما رو از پا در میاره دیگه. مثل مرغی است که پرواز نکنه خب زمین میخوره میمیره دیگه. من و شما که نمیتونیم خودمون رو به کشتن بدیم. یه حرکتی میگید دردآور، رنجاور، بله، پام شکسته، بله، ولی هنوز یواش یواش میتونی بری، بدن خودت رو میتونی بکشی، میتونی 4 دست و پا رو بری، حالا با پات هم نرو، ولی باید رفت عزیز. ما تو دنیایی نیستیم که بتونیم بیستیم یا بگیم یکی بیاد از ما مواظبت و مراقبت کنیم. اون اتفاق اگر بیفته خیلی هم زود به آخر میرسه. من به پیام ها رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم از راهنماییتون. حضور شما موفق و مایت باشید. مرسی عزیز، ممنونم. بینندگان ارجمند بعد از چند پیام